به نام خدا. ویدیو شماره 4 از سری اول، جفت ارز یورو ین در تایم فریم H4 در ماه مارچ سال 2013. در ابتدا توجه شما را به این نکته جلب می کنم که ویدیوی شماره 5 که آخرین ویدیو از سری اول می باشد بسیار مهم است. ما در این ویدیو به جمع‌بندی کلی از نرم افزار، مجموعه 4 جفت ارزی، مقدار سوددهی و نکات مهم دیگری که احتمالاً برای شما ممکن است به صورت سوال مطرح شود میپردازیم. این سری از ویدیوها درباره استراتژی مخصوص FM1 ساخته شده است و جنبه آموزشی ندارند. صرفاً برای آشنایی بیشتر شما با نحوه عملکرد این سیستم که به صورت کاملاً خودکار بر روی حساب‌های مشتریان فعال می‌شود تهیه گردیده است. اصولاً نرم افزارهای خودکار دارای مزایای بیشماری هستند، ولی من در این ویدیوها بر روی 2 نکته مهم و اساسی آنها تکیه می‌کنم. 1. این نرم افزار کاملاً بدون احساس و درگیری‌های ذهنی انسان‌ها عمل می‌کند و تنها به اطلاعات داده شده در نقاط ورود و خروج عمل کرده و مرتکب اشتباه نمی‌شود. 2. این نرم افزار درست به مانند یک سرباز هوشیار و خستگی ناپذیر 5 روز هفته و 24 ساعته به پیش می رود و حتی یک سیگنال را هم از دست نمی دهد. پس با به کار گرفتن این نرم افزار در حساب معاملاتی خود می توانید بدون چشم دوختن به صفحه مانیتور و دچار شدن به اضطراب‌های معمول در این کار، در پایان از سود منطقی ماهانه نرم افزار هم بهره مند شوید. نحوه عملکرد این نرم افزار: در ابتدا دقت بر روی چندین نکته کلیدی لازم و ضروری به نظر می رسد. 1. این ربات در تایم فریم های بلند مدت کار می کند. 2. حتما باید تا پایان ماه صبر کنیم و نتیجه کلی را در پایان 1 ماه محاسبه نماییم. 3. این ربات هرگز لات‌های معاملاتی را کم یا زیاد نمی کند. 4. این ربات برای هر معامله دارای 2 حد ضرر می باشد که اولی کوچک ولی نهان و دومی بزرگ و آشکار است. 5. این ربات برای شکار روندهای بزرگ طراحی شده است، ولی جهت مدیریت حسابهای مشتریان نکات ویژه‌ای لحاظ می گردد. 6. با استفاده از این ربات در حسابهای معاملاتی ممکن است در 1 ماه سود کم، در ماه دیگر سود متوسط و در ماه دیگر سود فوق‌العاده‌ای کسب کنید، ولی هرگز حساب معاملاتی شما دچار ضررهای سنگین نمی شود و احتمال از دست دادن کل سرمایه یا به اصطلاح کال مارجین شدن با این ربات 0 است. 7. این ربات تنها بر روی 4 جفت ارز فعال می شود، پس شما در حساب معاملاتی خود بیش از 4 معامله در یک زمان نخواهید داشت. 8. با استفاده از تکنیک مدیریت سرمایه که توسط طراح این ربات در حساب معاملاتی شما اعمال می گردد، تنها حدود 3 الی 9% از کل سرمایه شما درگیر معاملات باز خواهند شد
و بیش از 91% از سرمایه شما به عنوان پشتوانه یا همان بکاپ بیرون از معاملات خواهند بود. 9. این ویدیوها از ماه مارچ سال 2013 شروع شده و به تدریج به زمان حال خواهند رسید. 10. قطعاً در ویدیوها اندیکاتورهای مورد استفاده ربات نشان داده نخواهد شد و تنها از اندیکاتورهای متداول در بازار مانند MACD استفاده می شود. 11. این ربات برای فروش نیست و تنها جهت فعال شدن بر روی حسابهای معاملاتی مشتریان می باشد. 12. به زودی نرم افزار اتوماتیک FM1 GS مخصوص معامله بر روی طلا و نقره نیز به شما معرفی خواهد شد. و نکته آخر این که برای کسب سود در دنیای فارکس باید حرفه‌ای باشید. پس با ربات حرفه‌ای ما همراه شوید. بسیار خوب، هفته پایانی ماه مارچ رو در این جفت ارز مشاهده میکنید که به چه صورت معاملات انجام میشه. از فرصتی که اینجا داریم تا پایان ماه من استفاده میکنم، مجددا اعلام میکنم که ویدیوی شماره 5 بسیار ویدیو مهمی است، به خصوص برای کسانی که در این مدت با ما تماس گرفتن و سوالاتی براشون مطرح شده. در ویدیوی شماره 5 به اون سوالات پاسخ داده خواهد شد. در مورد مقدار سوددهی، درصدش، مقدار پیپی که احتمالاً سود میده این نرم افزار و زمانهایی که یک در واقع اون نرم افزار روی حساب ها فعال میشه و اون زمان ممکنه ابتدای کار با سود همراه باشه یا با ضرر، به چه شکلی هست و سوالات دیگه ای که مطرح شده در اون ویدیو شماره 5 تقریبا به تمام سوالات پاسخ داده خواهد شد. روز 28 ماه مارچ رو ملاحظه میکنید. این آخرین ویدیو از سری اول هست که دیگه 4مین جفت ارز رو هم شما مشاهده میکنید که به چه شکل روش عمل میکنه. نرم افزار بلندش رو مشاهده میکنید ولی در منطقه کمتری از ضرر بسته شد. در این منطقه پوزیشن شماره 2 باز شد، باز حد ضرر رو میبینید که وجود داره و در منطقه سود حرکت کرد. ببینیم حدوداً چند واحد به سود رسید، تقریباً با 400 پیپ 420 پیپ در منطقه سود حرکت کرد ولی در سود کمتری بست و پوزیشن شماره 3 این در این نقطه گرفته میشه. همچنین با تأکید ضمنی MACD و وجود استاپ لاس، حد ضرر، ابتدای هفته حرکت کرده به سمت سود. ببینیم چقدر رفته تو منطقه سود. تقریبا 250 پیپ وارد منطقه سود شده، ادامه پیدا نکرده، در این نقطه بسته شده، احتمالاً با چند پیپ حتی منفی.
حد ضررها رو شما ملاحظه میکنید که وجود داره همگی. پوزیشن بعدی حد ضرر در منطقه کوچکی بسته شده و دوم و سوم و آخرین پوزیشنی که گرفته شده حد ضررش رو ملاحظه میکنید و تا پایان ماه که حرکت انجام شده تا حدوداً 430 پیپ در منطقه سود حرکت کرده و هنوز پوزیشن باز هست در پایان ماه. تقریبا فکر میکنم اینجا حدود 300 پیپ 320 پیپ تو منطقه سود حرکتش رو ادامه داده. تعداد پوزیشن هایی که گرفته شده، سایز های معاملاتی همگی یکسان هستند. SL هایی که وجود داشته، مقدار پرافیت و سود و ضرری که وجود داشته همگی اینجا ثبت شده. میپردازیم به قسمت بعدی. مجموعاً منهای 152 منفی مثبت 567 سود در واقع و در کل مثبت 415 واحد سوددهی داشته این نرم افزار روی این جفت ارز با 6 معامله‌ای که در طول یک ماه انجام شده. شاخص حد اکثر دراودان 3.56 بوده، ملاحظه میکنید. و در پایان مجددا توجه شما رو جلب میکنم به ویدیوی پنجم که بسیار بسیار زود به خدمت شما معرفی خواهد شد، تقدیم خواهد شد و در اونجا ما جمع‌بندی کلی خواهیم داشت. جمع‌بندی کلی بسیار مفیده. اینجا باز تاکید میکنم این جمع‌بندی مربوط به یک مجموعه سودآور هست، نه تنها مربوط به یک ربات، یک نرم افزار. این نرم افزار چون بر روی 4 جفت ارز فعال میشه، مجموع کارکرد این نرم افزار بر روی این 4 جفت ارز بسیار مهمه. در واقع اینجا ما یک پورتفولیو رو معرفی میکنیم. بسیار خوب، ما در ویدیوی پنجم به تفصیل حدود 10-15 دقیقه راجع به این مسائل برای شما صحبت میکنیم. سپاسگزارم.